خواهرم چرا حجاب نمی پوشی؟ دلم پاک است. این جواب زنانی است که حجاب نمی پوشند و می گویند دلم پاک است. گپ در دل است. خواهرم این را بدان که وقت حجاب بر زنان مسلمان فرض شد، پاکترین زنان روی زمین یعنی همسران پاک پیامبر و یارانش خود را از نگاه پاکترین مردان روی زمین نگاه داشتند، یعنی خود را از نگاه صحابگان شاگردان مکتب رسول الله صلی الله علیه و سلم پنهان کردند. امروز دل ما و شما از دل مردان و زنان یاران رسول الله صلی الله علیه و سلم سفیدتر و پاکتر نیست. پس نباید ترفندی دل پاک باشد ما را فریب دهد. دل با انجام دادن فرمانهای خداوند پاک می شود، نه با نافرمانی او. پس شما خود قضاوت کنید که پوشیدن حجاب فرمانبرداری خداوند است یا نافرمانی او. این را بدانید که پوشیدن حجاب برای زنان مسلمان به مثل نماز و روزه امر پروردگار عالمیان است.